راه مجازی در تیک تاک زنان فاحشه تاجک تو یک زن بیادب هستی که اینمیال هزارها تا هموطن ما در تاجیکستان مهاجر هستند، نه تنها در تاجیکستان، در پاکستان، در هندوستان، در همه کشورها افغانا مهاجر هستند به خاطر شرایط بعد افغانستان. شما وقتی یک ملت میایین به خاطر یک نفر دو نفر ملامت میکنین، از ما و شما که در بی منطق هیچ کس نیست. شما گفتم بازم تو یک زن بی منطق هستی که درباره امو کشورت فکر نمیکنی، درباره اونمو کشور که مهاجر میپذیره. هزارها تا اولش فامیل خودم 2 سال 3 سال در تاجیکستان زندگی کردن، اینقدر ملت شریف، اینقدر مردم خوب، همیشه تا امروز مادرمشان یاد میکنن که چقدر مردم خوب و مهربان بودن. تو چی را میفهمی؟ و زن بی منطق هزارها تا هموطن اونجا نشستن و پروتکت شدن. تو یک زن بی منطق و بی تعلیم و بی تربیه که میگی نمی تو آدم است. خدا تو را هیچ چیز نداد، کاش که یک چیزش میداد. ما سر تو زن میشرمیم. ما از ملت تاجیکستان از طرف از این زن بیادب معذرت میخوایم، به خاطر معذرت میخوایم که این همه ملت گفته، همه دختر خانمای تاجیکستان گفته که این فاحشه است. اگه بخیزه یک دختر ایرانی خیز کل افغانا را یاد کرد، ما کل ما سرش اتک نکردیم. بسیار بد است. اول خود تو یک نجات پرست خدا زده استی، خدا تو را دیده که یک چهره ندادید. اما نفرای نسق باز میگه بسیار غرور ناق می داشته باشن. غرور ناق باش، کاش که یک چیز خوب باشی. تو نام کل خانما را بد نکو. مردم تاجیکستان ما شما را دوست داریم. ما فامیل خودم در تاجیکستان بودن، انقدر آرام بودن، انقدر خوب بودن تا